سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین مردم تاجیک به همین مقصد یگان کسب یاد گرفتنی میرد، ای مقصد غرضی مقصد نانی من نیم تنه کنن یا که ای بخیلی باشد یا که ای چی باشد، همون کسب یاد نمیتین، مقصد روس میکنن. همین نظر اسلام چی است به همین حکم؟ برای که بسیار مردم کسب خود رو مقصد یاد نمیتین، رزق خداوند میدهد، میترسن که رزق هم کم میشد مقصد. بله، هر یک کاری نیک و هر یک کاری بد منشأ از عقیده انسان میگیرد. عقیده یعنی اون فکرانی فهمیش از آن اعتقادی که بنده دارد. وقتی که بنده به الله تعالی توکل دارد، تکیه دارد، به اسم رزاق و رازق بودن الله تعالی ایمانی کامل دارد که الله تعالی صفت رزق دهندگی دارد، و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، یگان چارپای نیست در روی زمین مگر رزق وی بر ذمه الله است. ببینید زمین از سه حصهش آب است، یک حصهش خشکی هست، در اون یک حصه ما زندگی میکنیم، اونم در یک حصهش نه، در همون از یکی زمین خشکی هست، لیکن در همه اون انسان ها زندگی نمیکنن. مثلا اگر زمین استرالیا رو گیرید، در 1 کیلومتر کوادراتی 2.5 آدم تغری میگیرد، یعنی این قدر باقی مانده زمین جای خالیگی دارد. در دیگر کشورها هم یعنی اکثریت زمین ها هست که حال قدم انسانیت نرسیده، زمین همین خیلی وسیع است. خلاصه اون ماهی هایی که در آب است یا مخلوقاتی که در آب است، همه اونها هم رزقش بر ذمه الله تعالی است. هیچ کس رزق شما را خورده نمیتونه. یک عقیده داشته باشید که رزقی که شما الله تعالی به شما پیش از آفریده شدنتان نوشتگی است. اینچنین وقتی که در شکم مادر 4 ماهه پره شدید، رزقتان نوشته شدگی هست. همان رزق شما رو یگان انسان نمیخورد. بنابراین بعضی علما گفتن که وقتی که دانستم که رزق مرا کسی نمیخورد، قلبم خاطرم دیگه جمع شد. یک دیگر این است که شما هم تا همان رزقتان رو تمام نکنید از این دنیا نمیرید، یعنی رزقتان رو پورا میخورید بعد میرید، و رزق شما رو دیگه یگان انسان اگر تمام دنیا جمع شود نمیتواند خورده. این مسئله رو خوب دانید. الله تعالی رزق دهنده است، این مسئله رو خوب دانید. بنابراین دل وسیع کنید و مردم اگر تعلیم دادید برعکس نیکی کنید با مقصدی دریافت رازگی الله تعالی. ملک در دست الله است، آبرو در دست الله است. هر چیزی که شما میخواهید از الله تعالی اون در دست الله تعالی است. شما وقتی که به خلق الله تعالی نیکی میکنید، الله تعالی به شما نیکی میکنه. این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. الله تعالی اگر در قلب شما نیکی را بیند، نیتی نیک را بیند، ایمان را ببیند، برای شما نیکی را میدهد. بنابراین به مردم تعلیم دادن گیرید، بخیلی نکنید. لیکن اگر مثلا یک آدم یک چیز برآورده است، گفته است که حقوق طبعی محفوظه، گفته است مثلا بعضی آدما کتاب می‌نویسن در پایینش میگن که حقوق طبعی این کتاب محفوظ است، یعنی این کتاب هر کی گرفته چاپ کردن حقوقش ندارد، مؤلفش فقط حق دارد یا اینکه آن مکتبه‌ای که همین چاپ میکند به همونها حقوق داده شده است، غیر همینها چاپ نکند. گفتن بله این کار الکی دزدی میشه، چون که اینا مهنت کردین، همین فرما و برای نام آوردین. حالا مثلا شما نمیتونید یک مهمانخانه مشهوری دنیا یا گیریدو به نام خودتان مانید، مثلا یا یک آشخانه که شوید نامش مکدونالدز مانید، نمیتونید. شما به سود میتید، چون که با همین نام همین برند مهنت کرده به همین درجه رسانده، برای این آبرو جمع کردگی است و قدر و قیمت جمع کردگی است. ولی این چیز مقصد صاحبش حقی او هست، یعنی شما نمیتونه یا حق دیگر کسی گیرید، مهنت دیگر کسی گیرید و از نام وی مالتون رو فروشید. یا مثلا بعضی آدما لباس ها میدوزن و فرمی دیگر کسی دزدی در بالاش میدوزن یا میچسبانن و میفروشن. این کارا البته نادرست است، لیکن شخصا شما یک هنر دارید، یک علم دارید، برای دیگران تعلیم دادن گیرید، یعنی بخیلی نکنید. خوب است.